3 ساعت شد میخندی چی در داری مزه دست میتیا لطفا نقل کردن چی یک مردک چی نقل کردن یک مردک اعلان نوشته که زنی 50 ساله ما بعد زنه که 25 ساله حلیش میکنم اکو همین گجاش جای خنده آور ها گجاش نه معنا دارد نه مضمون دارد ها گجاش با میخندی هم مرد کلان ای با نمیدونید تا گنرال نقل کرد کی نقل کرد گنرال گنرال ها چه لطفی زیرا گنرال نقل کردم چه خندن در کار باور که خوی که بازی فکری خند جوره جو خند بس من خودم باور که قماب شدگی من راست گپ دیماغم سوخت من گفتم عریضه می نویسم از کار میرم نه که همین 25 سال استاژ کاری دارم دلم همین سوخته اگه 6 ماه دیگه موند راست گپ بین خودم کاری ملیسا اوقا کاری نیست باور کن گجای میرن در همه میگریزد یا کج نگاه میکنن لیکن همین پنسش با مرام نفقش زیاده کنن آفرین دورانش بدهی همسایه اصلا 36 میگیرد یک ملیسا داریم نفقه خویر 2036 میگیرد انا همین خاطر بکن دیگه نمیدونم ده لیکن که وقت شما میگفتن که ما ملیسا زر لیکن بالای ما باید زور دیگه پیدا شد سودیا زر سودیا گفتن ما زر بالای وای با پروکراتور زر بودای پروکراتور گفت ما زر و کروپسی زر بودای کروپسی گفت ما زر نه که بالای هر یک تا زر با یک تا زرش بودستی یا زور دیگه پیدا شد دیگه وای نه تقوی میدون نه چریز میدوند کی بوده است وای کی نه وای چی بوده است کامیرا دیدیمی وای با برو بیر تو بچه تقامی بچه عمق میبری وای خیلی سومپ و مقلش نمیگیرد بچه دولت وای رنگی منو تو نمیخورد وای با همه مایله بغیر اون که چراها به هست خیابونا با ماندگی اگه گفتم که اینجا میبر عرضه می نویسم ها خیابونا با میگردم گلگشتا با باغا با اونجا با نقص در اومد چه خیلی در اومدش نقص نفهمیدم اونجا با تگ هر یک درخت با یک تلالی یک تا مجنون شتگی 10 جریمه گیری اثر تو بگم میده قریب 2000 کور میکنید اونجا نه که با همونجا برده همونجا بایم با هم خیلی کامیراهای موندیان من یک تا جیب داشتم کلینت بوده همین تستیز وای نروشینی میکرد خطا میکرد من چشمم میپوشیدم وای همین 10 20 کیسه با لغت میکرد باور کن یک هفته کامیرا موندم به همون بیچاره 45 بار صورت گرفته زندگی نیست دیگه تمام مکنون مگر این وای اکل روزی بازار ماشین برده بازار با فروشه تو روزی دوشنبه برده خزینه دولت با پول سپاره کن زندگی نیست تمام مکن دیگه پیشنویش گردی خفش بده هم کامیرا یک قدیمه دیگه بس کردن نشه الوی پلیون کد چیزا تیه خدای یک جا پیدا شد مایلاش شما این مسئله فکر کردن گرید من رمم که کارم نه که با بسیاری ها عملیسا شکایت میکنن برای چی گوش کن همین خودم به طرف گپ زدم من تو ملیسانی ها قطعی زنش جنجال میکنه دویده پیش ملیسانی بیاد درست خشتومانش اخونا سور میکنه پیش ملیسا درست همسایه که جمع میکنن ملیسا آفرین دینا نصف روزی از کار رفته ایستادن پیش خونه همسایه که زنش کردی ساز کردم معامله شونه خشتومانش کردی معامله ساز کردم پیش خونه کردی میگذره وای همسایه دن نابکار چه زنک منطقه بیار قطع خشتومانم یک تا من تو زنیم گفتای من دیدن اقلا نگفتن که بیا یک تا من تو کدوگی خوری یه سکه آدم شد خیلی مایلش مایلش سردار شما قدی من روم کجا میری سود با کار دارم روی گوش کن هفته آیندهم تو سود با بودی حاضر تو چی در داری سود با نپرس یک 3 ماه پیش پسرم توی خطا نکردم یک خانه داشتم یک تکه انگورکا آوردم تویده هم یک خانه دا قطعی 3 فرزندم زندگی میکردم هم زنکی ساده هم ده هفته پیش خنکی سر نکرد همون تکه انگورکا را آورده روی خانه دا قطعی هم کودکای عجوه خوبیم یا بار گفتم از زنک سوده کرونا که بر برنده بند 2 بار 3 بار نفهمید اخیر سود دادمش نشید سود میکنی میزنه آخه جدو میشیم وقتی خلی زنک نه 3 تا فرزند داری یک التماس کو 3 فرزند داری خودت 3 تا فرزند خاطرش میدید همون زنک باید گپی مرا میگیرد نخو که تکره بیاره در خونه ختیمو خوب کنن ترزای خونه کشا هوای تازه میداره تمام یگان مشکلی نداره ترزای کشا
رفیق سردار شما عجایب مصلحت میده دبلسین اما او تریزام اوی کنم دستان چلنگو کفتانی ما پارا برا میبخشید وای خونم یا کفتر خونم وای اگه چیزی باشه نباشه خونم اونجا استقامت میکنم زندگی گوش کن باز یک چورابینی مهم روزی ملیسا تئوری دیدم در کار فهمیدی انا بعد دید بعد سودیا برام خودمون ها چیکار کنیم من شوبای یکو بر رقصی یکا گفتم شوبای دوم بر سپوردی سرودی یکا با کیم چیو محمد تقلید غلطی من نمیدونم چیکار کنیم اکو رفیق سردار لبای همین شعبه خودمون با یک تا عبدالجبار عظیموف هست بهترین تقلیدکار 100%. وای ملیسا خیر وای خودش اینستیتوت صنعت تمام کرده کجاست اینستیتوت صنعت این سال خط کردم ملیسا شده گیمی بله منم مجد پروچیم میفهمم من تیا ناز میدونم کدوم شو بشه خوندگی سرایندگی تو باید آشی نهار برفته خدمت کنی صفی ملیسا بنی نکی زیغ نشو گباینی خودمون سردارت بلد مصر بود کدگی کلیم بچه اکا رفیق سردار لبای اجازه دید عرض کنم اجازت رفیق سردار اکای بلبلیان خب گناه دارد گناه را به گردن نمیگیرد نزدی من بیار ما یکان گناه نداریم اکا گناه داره وجدان انسانی یکان گناه ندارم اکا ما چراغه که سرخ گذاشته سرخ نبود وجدان انسانی سرخ نبوده سرخ بود او قصرخی نبود اکا ما سرخ نبود اکا خی چه سرخ نبود او قصرخی سرخ نبود بخدا سوپ سرخ بود نمی کم نمی او قصرخی نبوده قرمزی بود رنگ خیلی بود آخه نمی رنگ نمی رنگ نمی خرما واری بودی خیلی سرخی پر نبود اکا همی سرخ باشه ما گرنگ ما کنه سرخ خیلی بشه آخر سرخ مثل پامیدار و سرخ میشه او خیلی سرخ نبود اکا وجدان انسانی گوش کن تو چند بار خطا میکنی هفته گذشته در همه وای گذرگاه چهار قطعی کارمندی وای چی میگم بدیا 15 دقیقه بحث کردی من از روی بحث بیمنی تو به چوره از کار گرفتن تو چی بحث کردی بحث بیمنی نبود که چی خاکو برادر بود ما گفتم که رفیق کارمندی گایی گفتم خب یک تا ساکت بیارم یک ساک جف 15 سومال اکا جف یک ساک بیارم 100 بار گفتم که بیا که یک ساک بیارم همین حالا دک برگ گوشه پیشم با میدید تو 6 ساک دک گریلیگا گذاشت گفت من نفهمیدم 6 تا سوک چی منو داره اگه 6 تا ساک ماشینا مایدا که زگو برگ گوشه میجا گفت وای دو تا گریلش بود دک گریل شکن او کمازه خیته دولانو اکو همون را که گریل میگن تا بانی خودش هفتهش نکن گوش کن من اینجا در پروتکل با دادرونش دیس فهمیدی می بر قطعی اویله تماشا کنو جریمه برده سپور فهمیدی گوش کن عظیموف عظیموف عبدالجبار همین کس روزی ملیسا آخه ما بام شبای ما بام یک وظیفه گذاشتن تقلید اطاعت اگه با برنده 100% ماکات یک گمشت زینت کار گمشت گردنه اکا تمام هنر را دارم اکا برندگی هم میکنم اکا تو من خودت معلومات عالی داری معلومات عالی دارم اکا کجا خوندگی تو؟ این چیز سانا اما شوبه که شما تمام کردگی اون را ما تمام کردگی اکا ما میتونیم کلکتیو بیشتر بوده من خیلی آرام تصور کن کنسرت کنی شما برنده شما تقلید میکنید السلام علیکم دوستان عزیز میهمانان عالی قدر همه شما را بر روز عید تبریک میکنیم بگذار همیشه در لبات و خنده هویدا باشد در بزم امشب ما 20 هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان حضور دارند اینک تحت کفکوبی های بردوام شما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانو زیبا مارخسار صفی و آمدن به تبریکات شما مرحمت پای مارخسار ما اصلا مارخسار صفی و در خدمت ما و شماست صفی و مارخسار بسیار خوب میسرایا مرحمت پای مارخسار تمام مردم شما را دید انتظارند شما بخوانه که مردم حلاوت ببرن اپای مارخسار اپای مارخسار بسیار ناز نکنه که بجای ناز دوست نمیدارن اپا واسه میخوانه که مرحمت اپای مارخسار سران مرحمت یعنی خرسقا برای شما بده پا ولی باید با خرسک بزنه اپا جا مرحمت کنه وقتی که سودا که خواندی بود کردی بعد خرسک بزنه یک بارگه خرسک بزنه این بدی بلند سایه بر سارت که نیاره نادیده مرسد قیدی دارد که نیاره نادیده مربت ملامت کردن جان
جانه ملامت گر بغم گرفتار که نیاره درو پرت شیشته دری پر میاره تو خیره کج مونده غم در دیلی مجانه تو خیره کج مونده غم در دیلی مجانه. سلامت باشه پای ما رخصار خرسک پای ما رخصار. رفیق سردار من در وقتش هنرمند بدم حاج هنرمندی را پاس کردم طبیب هستم حاج طبیبی بکنم اگر کسل باشی ما طبابت بکنه بی پول ما تراپی دارم با نام بوسه تراپی من تکلیف کردم تمام مردم طبابت کردم وزارت کارهای داخله را بی پول طبابت کردم یک مرد که ما گفت آقای شپریس نخره و کال نخره دارو نخره بی پول یک مرد که ما گفت اکی بلبلیان دستم 10 ساله که کار نمیکنه در میکنه از دست امو برادر یک بوسه کردم دستش در کار در آمد یک سترشلیتن گفت آقای بلبلیان سرم 10 ساله که در میکنه ای پیشانی هم برادر یک بوسه کردم سر امو برادر ساز شد یک نفقه خوری وزارت کارهای داخله یک سخن گفت تا حال سخنی او دل من خنجر میزنه بسیار ما در بین مردم شرمنده کرد. چی گفت؟ گفت اکی بلبلیان شما هستین؟ گفتم بله. گفت شما با بوسه طبابت نکنید؟ گفتم بله. گفت آقای اکی بلبلیان میبخشین میگی برای طبابت نمیکنید؟ آجی رفیق سردار لبای طبابت ها بس کردم اکا آجی نزد چه نمیکنم اینای تو خمسار طبابت میکنم آرام دوستان عزیز میمانان عالی قدر با آواز هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان نگین پانلو رؤوف از عبدالجبار خواهش میکنیم برام یک چند ترانه به سرای مرحمت. ها یک دست گلم در ای فیضا باده های فیضا باده جان مرغی دیل من همیشه در فریاده جان مرغی دیل من همیشه در فریاده ها یارم اینجا باشد صحبتم ما باده صحبتم ما باده ها یارم رفته نیستی عمرم برباده ها یارم رفته نیستی عمرم برباده. انا میشه وقتی که بود شد همه کسا با یک آواز میگویم روز ملیسا مبارک.